چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو بار اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضات پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کوهستان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تاثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان عطواللهیف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟ اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردن هم خیلی کاری آسان هم نیست. لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگزاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کلاب و در سوگد هم شوند و شدند و آنها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان یک با وجود آمدن یگان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم. لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد. تشکر. در مسئله بدخشان که حاضر هست این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد. واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم ما بودیم 5-6 نفر اکادمیکا رکتوران دانشگاه ها در راشقله در همون جماعت میر سعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یگان ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم. یگان معده. تشکر. محترم دادا جان عطواللهیف، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟ من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنجشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک ژنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردن به یگان پرسش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم. امروز هم دوام همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوام همون نیت و خواست حکومت
برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفرов؟ اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفه اشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که یگان کار کردند، حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت. تشکر. محترم دادا جان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفرов راضی هستید؟ در پس همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک کار بسیار زشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاید از چی سر بیاید ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد ابیرزاده یک یاوری پروکورور به نیتی بدنام کردن که به نامش یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و 7 تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیون است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید من نامش حتی مجبورم که از روی ورق خوانم. ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست اینمی ستاد است و این ستاد گنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست می آموزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد و ما اینو دیدیم. وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد به تیرپرانی دستگیر کند. جناب سفرов، شما همین ستادی که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟ این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به واسطه میلیسیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاهزاده وی بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکان کار دیگر نیست برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یگان گناهی همین ستاد رو شما میتونید نامبر کنید دادا جان. ببینید کارشناسان میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستند از عهده کاری پروفسیونالی خود برآیند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صدها نفر جمع شدند. اونا با تابوت آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفرov دکتر مرحمت. من میخواستم که به همین سوالی دکتر سفرov پاسخ بدم. بفرمایید. این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی اینو، این ستاد یعنی اکوپاسیون زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی
ولایت مختار کوهستان بدخشان. مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت خرطلان است و اینان. ریشه در این است. ما فقط میخوایم که یک درخت ببینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردم اگر ولایت بدخشان آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شد. تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نقطه نظر جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟ من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظر حقوقی، از نقطه نظر سیاسی خودش را به نادانی می اندازد یا که نمیداند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت به قانون ها ندارد و به مختاریت یگان خلل وارد نمیکند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خارق زندگی میکنند همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادا جان را چخیل میفهمد. میخواهد که دولت علاهیده باشد. این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص که من البته با این هیچ کار راضی شدم. بله. حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟ من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. باز دوباره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دوم در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوخت تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر این همین حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی این اون است و خلاص. ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمت نظر شما. نه البته این سفسطه است، این کسی این گپ میگه. در شهر کولوب هم میکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیاتتون باشد تانک رفته بود و ارمیا رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودند و واهمه ها همینطور بود که چخیلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنی دارد که سوخت را تاختند، کولوب را تاختند، رشت را تاختند؟ چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش رو نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمران در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظران میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنن. شما به این فکر راضی هستید جناب عطاولویف؟ یکم میخوام جوابتم به محترم سفروف. هیچ وقت در بدخشان فکری که گویا که ما جدا میشویم و گویا که سپاراتیسم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای آنها میباید. درباره لیدرها این یک چیز بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوانان، یک نفر در بین ورزشکارا، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکومت ما میخواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است. جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چیکار میکردید؟ اصلا وقتی که ما راهبر این یا آن ارگان یا اینکه جمعیت میشویم باید که با مردم یعنی با همون اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیس حاضره بدخشان واخورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خواندم و از چند جای دیگر راست دیگه عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته وی را اعتراف نماییم. جناب سفروف خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟ در همین حالت می رفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشند البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کرده می‌افتم. تشکر. جناب عطاولویف شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما. اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزانبات می بودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میآویختم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم. یعنی شما را هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟ انا اگر من رئیس نباشم، رئیس نه به جای میرزانباتو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستند از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شود. اگر تهدید به مرز باشد، مرزبانا باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این استاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذرانده شود. هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان عطاولویف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را درباره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم تا دیدار در برنامه دیگر.